لاابالی یعنی چی؟ یعنی اوبال نداره دیگه. اوبال چیه؟ اوبال خب چیه اوبال؟ مثلا میگن طرف اسم لاابالی. پاساژ تهران. اوبال چیه؟ یعنی چی؟ اوبال خب اوبال چیه؟ آقا اوبال مثلا میگن طرف اوبال داره، یعنی آدم منظمیه، آدم چیزیه چی درستیه، جمع و جور همه چیش. میگن مثلا طرف اوبالیه. نشنیدی اینو؟ اوبالیه؟ من آره اینو میگن نشیدم. اوبالیه مثلا این. میگن یکی به مثلا اگه یکی به من بگه طرف مثلا بگه مهرداد اوبالیه، من ناراحت شم فکر کنم. نه اتفاقا این چیز خب خوبیه. اوبالی چیه؟ مثلا میگن این اوبالیه، این لاابالیه. اوبالی یعنی خوب، عالی، همه چی خوب. لاابالی یعنی لاابالی نه آره، اون لا اوبالی. منفی سازه. آره. لاابالیه این. خب ولی اوبالو هنوز نمیدونیم چیه. چرا دیگه دارم بهت میگم. نه تو فقط هی خود کلمه رو میگی، معنیشو به من نمیگی. اوبال یعنی نظم، اوبال یعنی مثلا همه چی درست و منظم بودن، مطمئنی؟ هدف داشتن. مطمئنی معنیش اینه؟ نه